یکی از مسائل ناروشن و تا یک اندازه خوب بحث برانگیز و اندیشه آمیز همین در چند روز تجلیل کردن و یا که مدتی تجلیل نوروز می باشد که وابسته به این مسئله در سرچشمه ها و منبع ها و دیگر کتاب های ادبی و تاریخی نیز معلومات ها گوناگون هستند. یعنی چون به اون سرچشمه و منبع ها نظر می افکنیم می بینیم که جشن نوروز در مرحله های گوناگون خوب به هر مدت یعنی به هر چند روزهای تجلیل کرده می شود. اگر به گفته هایی که در بالا هم دایر به نوروزنامه عمر خیام صحبت کردیم اگر نظر افکنیم حالت در میابیم که در اولها نوروز یک روز بوده است، چنانه که عمر خیام نیشاپوری در نوروزنامهش میفرماید چون کیومرث اول به ملک عجم به پادشاهی بنشست و خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردم آن را بدانند. خوب بنگریست آن روز هنگام آفتاب به دقیقه اول حمل آمده معبدان عجم را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از آن آغاز کند. خب بعدا پس از چند سال ابیره کیومرث جمشید پیشدادی چون آن روز را دریافت می نویسد عمر خیام نوروز نام نهاد و جشن آورد و بعدا دیگر پادشاهان و مردمان به او اقتدا کردند. تاکید میکند عمر خیام و از این نوشته برمی آید که چون آن روز را دریافت نوروز نام نهاد یعنی نوروز در اولها یک روز بوده است. خب بعدا دیگر باید گفت که چون گفتیم نوروز جشن طبیعت است و در زمانهای بعدی بر او لباس فلسفی بر تن کردند و مضمون و محتوای خود را دگرگون کرد و بعدا اگر که به دیگر سرچشمه ها هم رو بیاریم در اینجا می توانیم بگوییم که یکی از دانشمندان ایرانی رضا شعبانی یک کتاب دارد با نام آداب و رسوم نوروز و در ارتباط به این مسئله میگوید که اصلا نوروز همچون رسوم درباری یک ماه است و به دو قسمت جدا میکند، قسمتی نوروز عامه و دیگر نوروز خاصه و میگوید که یک ماه بودن نوروز فقط صورت درباری داشت یعنی در دربار تجلیل کرده میشد و در نزد عامه میگوید محقق شاید که از 13 روز زیاد نباشد و عذر شاید که بعدتر هم اشاره کنیم یعنی 13 روز به آن معنا و تاکید است که خب دیگر سرچشمه ها میگویند که 6 روز همچون نوروز عام و 6 روز نوروز خاص تجلیل می شود و روز 13 هم همه عام و خاص به بیرون به در می روند و این نام دارد مراسم 13 به در. خب یعنی پس از 12 روز باید که همه اهل خانواده و هم نفرانی که نوروز رو تجلیل میکردن باید به دشت و دمن یعنی از خانه های خود بیرون بروند. خب دیگر آن است که این چنین به 5 روز بودن نوروز هم در سرچشمه ها تاکید شده است و دیگر سرچشمه ها تکیه بر آن میکنند که نوروز تا 7 روز نیز جشن گرفته می شده است و اساساً در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی میگوید که در عهد ساسانیان نوروز 6 روز جشن گرفته می شد و در همین 6 روز خب هر گروه و طبقه آدمان به نوبت از جانب شاه
قبول کرده می شدن و با آنها توفه ها پیشنهاد کرده می شد. براگینسکی شرقشناس روس در اثر خود تحقیقات راجع به فرهنگ تاجیکان در تکیه بر دیگر سرچشمه ها تجلیل کردن نوروز را 12 روز تاکید میکند و میگوید که 6 روز آن نوروز خاص است و 6 روز باقی ماندهش نوروز عام است و روز 13 همه خاص و عام و بیرون شهر برآمده نوروز را جشن میگرفتند. یعنی باز برمیگردند به همون مراسم 13 بدر که همین مراسم 13 بدر را در آسیای مرکزی با نام سیر و یا که سیر گل لاله نیز تاکید کردند و 13 بدری که ما حاضر اشاره کردیم این در تاجیکستان الحال اونقدر رایج نیست، این بیشتر در ایران رایج است، ولی در سرچشمه ها از جمله در ایجادیات استاد عینی به همین نام سیر و یا که سیر گل لاله وام میخوریم که همون مضمونن آن است که مردم پس از 12 روز تجلیل نوروز به بیرون یعنی بدر می رفتند و به همین معنا 13 بدر نام گرفته است و یا که نامش سیر است و یا که سیر گل لاله. خب این چونین ارتور کریستنسن هست، یک شرقشناس فرانسوی و یک کتاب دارد با نام ایران در زمان ساسانیان و او هم مدت تجلیل نوروز را 6 روز تاکید کرده است. خوب دیگر یک سیاح فرانسوی است با نام ژان شوردن و یک کتاب دارد با نام سیاحتنامه که او میگوید که نوروز 3 روز تجلیل کرده میشد و این چونین تا 7 روز دوام کردن آن را هم اشاره کرده است. همزمان اگر به دیگر سرچشمه و منبع ها توجه نماییم، از جمله استاد صدرالدین عینی در یادداشت‌های خود تا 1 هفته دوام یافتن نوروز را اشاره کرده است و باید بگویم که در بین خلق یک مقوله هست که میگه نوروز دبدبهش 20 روز، خوردن و گرفتنش 1 شب و 1 روز. خب این چونین یک اندیشه فولکلورشناسی ورزیده تاجیک استاد روشن رحمانی را هم در اینجا آوردن به مورد است و او تاکید میکند که غیر از آنه که جشنهای نوروزی ادامه میافتند، این چون اصطلاحی هست با نام سیر نوروزی که در تاکید و یا که در اشاره به سرچشمه ها همین سیر نوروزی را استاد روشن رحمانی تا به 70 روز یعنی زیاده از 2 ماه اشاره کرده است و تاکید کرده است که سیرهای نوروزی تا 70 روز دوام میکردند. خلاصه دایر به مدت تجلیل جشن نوروز باید همین را بگویم که در منطقه های گوناگون، خب در زمان های گوناگون، در عهدهای گوناگون و در بین طبقه های گوناگون نوروز به مدت های گوناگون تجلیل کرده می شد. ببینید اشاره شد که 1 روز تجلیل کرده می شد، خب بعداً 6 روز، بعداً 7 روز، بعداً 12 روز. ناگفته نماند که در بین زردشتیان ایران از 19 تا 20 روز هم جشن نوروز تجلیل کرده می شود و سیرهای نوروزی باشد چنانه که اشاره کردیم تا به 70 روز دوام می کردند. خلاصه در این خصوص اندیشه من آن است که بیشتر سرچشمه ها در دوره های گوناگون به 6 روز و 12 روز تجلیل کردن آن اشاره کردند. خب در زمان شوروی نوروز به طور رسمی بعد از سال 1978
2 روز همچون روز استراحتی بود و تجلیل کرده میشد. خب البته در اون دوره نوروز در این سطح و با این بزرگی تجلیل نمیشد و وی همچون ایدی بابای دهقان و یا که ایدی کشت و کار نام داشت و در همین 2 روز مردم به همین خاطر استراحت میکردند. و در زمان استقلال دولتی باشد چنانه که دیده استودیم به طور رسمی 4 روز یعنی از 21 تا 24 مارس همچون روزهای رسمی تجلیل نوروز قید شدند. خب این گفته های بالا ما را به خلاصه میارد که تجلیل جشن نوروز و سیر و گشت های نوروزی از زمان کهن تا به امروز پیش از ورود ماه حمل آغاز یافته تمام ماه ادامه میافته است.